آقای شریعت مداری بارها گفته تنگه هرمز را ببندید. اگر او متکی است که آدم‌هایی وجود دارند که اصالتاً می‌توانند این فعل رو انجام بدن، قدرت در دست اونهاست الان در کشور. خب تنگه هرمز رو ببندید، همین امشب اعلام کنید تنگه هرمز رفت آمد کشتی‌ها ازش ممنوع. همین الان در بحرین، ببخشید در یمن، در حال شکل‌گیری ائتلاف برای زدن انصارالله هستند. همان گونه که در سوریه عمل کردن، همان گونه که بر ارتباط با حزب الله عمل کردن، همان گونه که در برابر حماس عمل کردن. روز اول، ساعت اول عرض کردم 7 اکتبر ضد واقعه است. این جنگ 22 روزه و 33 روزه نخواهد بود. امروز چرا ایران در قالب سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با ایالات متحده آمریکا در دفاع از مقاومت به صورت رسمی وارد عمل نمیشه؟ اگر ایالات متحده آمریکا میترسد با ایران تقابل کند و برای همین روی به مذاکره میکنند. اونها مذاکره را ابزاری میبینن که کمترین هزینه دارد و بیشترین منفعت رو. به جایی برسن که ببینن مذاکره نمیتواند منافعی برای اونها داشته باشه، ترس از جنگ رو کنار میذارن و جنگ پیش دستانه بر علیه شما خواهند کرد. لذا باید تکلیف رو مشخص کنن. وقت زیادی هم نمانده است.